موقع رانندگی زدم به یه پسر پخش زمین شد، بیچاره داغون شده بود. زود انداختمش تو ماشین برسونم بیمارستان. دیدم آرایش ندارم، این شکلی که نمیشه رفت بیمارستان. برگشتم خونه، اونو گذاشتم تو ماشین بمونه، خودم اومدم بالا حاضر شم. زود لنزامو گذاشتم، انقدر نگران بودم که زنده بمونه دیگه به جای چند تا کرم یه کرم پودر همه کاره زدم. کانسیلر و پودر فیکسمو زدم. از استرس اینکه الان پسر از سرش داره خون میاد، ماشینمو کثیف میکنه، صورتم داشت عرق میکرد. پنکیک ضد آبم زدم. با ماژیک ابروامو کشیدم، با ژل لیفت کردم. دیدم از نگرانی رنگ گچ شدم. پسر الان منو اینجوری ببینه بدبخت سکته میکنه، برای همین رژگونه‌ام زدم. حس هم نوع دوستیم بهم گفت کانتور و هایلایترم بزن چون خوشگل‌تر میشی، واسه روحیه مریض خوبه. خدایی انقدر مسئولیت پذیرم از هیچ چی کم نذاشتم. چشامو سایه قهوه‌ای زدم، توشم مداد سیاه ضد آب کشیدم که اگه تو بیمارستان پسر یه طوری شد خواستم گریه کنم نریزه. کاش از این ریملم به مژهای این پسرم میزدم، دوتایی پرواز میکردیم سری میرسیدیم بیمارستان. لبامم تینت زدم ولی آرایشم خیلی کمه. حالا لوازممو میبرم، اگه پسر هنوز زنده بود تو راه بیمارستان دوباره آرایش میکنم.